سلام، من مدینه هستم. استفاده برنده فعال اینترنت و شبکه‌های اجتماعی میباشم. حالا من میخوام درباره سایبر آزاری به شما نقل کنم. سایبر آزاری چیست؟ سایبر آزاری این تحقیر، تبعیض و تهدید به جبردیدگان میباشد که توسط ارتباط الکترونی با مانند پیامک‌ها در شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های فوری، پست الکترونی و پیام‌ها میباشد. با یک جمله فهمو اگر بگوییم سایبر آزاری این آزار و اذیت در اینترنت است. چند نقطه‌های اساسی آید به سایبر آزاری. هر کس میتواند جبردیده سایبر آزاری گردد. سبب سایبر آزاری میتواند گوناگون باشد. استیلاگر میتواند هم دوست و هم ناشناس باشد. سایبر آزاری این تکسیحی 24 ساعت در یک شبانه روز میباشد. با سایبر آزاری در تاقگی مبارزه بردن مشکل است. جبردیده سایبر آزاری بیشتر دلیل تکسیحی را پنهان می‌دارد. تشکر برای دقتتان. خیر.